همون رو با فورسی گردونده است بسیار نامعقوله.
امیر هفته گذشته در مسجد دمرو احکام الدین خوندم، چند تلفن شد که دمرو التماس امر یا بودی تکرار کن. بسیار حیاتی است. میگه خر با بلبل گفته هوس باز، مرا امروز مهمان کن با آواز. مگر بینم که استادی چون است، که هر چیز رهین آزمون است. یک خر پیش بلبل می آید، میگه چورا بلبل تعریف توصیف ترا میشنویم، همین قواعد میکنن ترا، یا من ترا یا امتحان بگیرم کامیت چنخه علم داری دانش داری. ولی متاسفانه خیلی آدمای چی هستن بگو فلانی ترا این تعریف میکنن به من ترا یا امتحان بگیرم. وقتی جمعه مر تا همون خودت اصلا صلاحیت امتحان گرفتن نداری که داری دعوا میکنی. منم آوازه بلبل شنیده ولی آواز او هرگز ندیدم. من گفت تعریف توصیف بلبل بسیار شنیدم تا ولی آواز تا نشنیدم. کویا صدا کن. چو بلبل این شنید آواز برداشت، بپاشید آتش کندر جگر داشت. اگه تصور کنه که بلبل چی نو چخ چخ میزنه، و خواهیشش کردیم موافق طلب، بعد در چخ چخ در اومد، نوایش از زمین بر آسمان شد، و نغمه آتش افروزی جهان شد. درخت و کوه و دشت و برکه آب چو کودک شد از این لالای در خواب. همین طبیعت به حد لذت بردش. میگه که طبیعت دیگه خاموش برده است، خوابی ناز در رفته. شمال سرمست بر خاک افتاده، اینان گله را از دست داده. به یاد یار میزد نوشخنده، همه افکان در آتش سیپنده. حتی میگه رمبان خوابش برده است، هر سه گله و روش پراکنده شدی هم پروا نداره. مسجد است دیگه. چو بلبل از سرودن لب فرو بست، خرو را گفت که اینجا نکته هست. وقتی خلاص کرد گفت جورا آفرین، بد نبوده سوز بوده، میگه همینجا یک چند کمبودی ها داری گوش کن. توانم گفت که آوازت بدک نیست، زی الحانی تو بعضی بینمک نیست. آواز شنیده میشید از او خبردی بد نبوده است اکا. ولیکن کاش زحمت میکشیدی، خروسانی دهی ما رو بدیدی. زی استادان خشخانی سحرخیز، همه آموختی لحن دلاویز. میگه که یه روز جورا بیا بخشلاقی ما را بیا، من ترا استادای ماهر در پیش و برم شاگردت منو تعلیم بگیری. خروزا رو ولی تو قد چونا بینی جگرت پاره میشه. با خروزا ای آواز بلبل بلا مونده است. چو بلبل گوش کرد این داوری را، مجسم دید در قاضی خره را. این بلبل گوش کرد واه گوش در گور، گفت این قاضی ما خر شده است. به هم برزد دو بالا دور شد دور، میان شاخساران گشت مستور. گرفته پیشش و گفت خدایا از خران ما را نگه دار، از این خرداوران ما را نگه دار. انمی سعد بن معاذ وقتی خداوند هدایتش کرد گفت خدایا از خران یهودی ما را نگه دار. از مشکات الانوار یک کیسه میارد که دوره های پیغمبری خدا بود و حضرت عمر رضی الله عنه به نزد حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در آمد، در حالتی که حضرت عمر بی نهایت گریان بود. حبیب خدا از او پرسید ما یبکیک یا عمر، ای عمر، ای وزیر من، چرا تو گریان هستی؟ سبب گریه تو چیست؟ گفتن ای پیغمبر خدا بیرون دروازه یک جوان هست، چنان گریه دارد که گریه او مرا در گریه آورد.
حبیب خدا گفتن بگذار اون جوان درآید. وقتی این جوان نزد حبیب خدا درآمد، حبیب خدا چگونه یک کودک خودش را در بغل مادرش حواله میکند میپرتاید، این جوان میگوید خودش در دامن حبیب خدا پرتاب، در حالتی که خیلی گریان بود. حبیب خدا از او اولین سوالی که کردن چی گفت؟ ااشرکت بالله. گفت جوان چرا گریه میکنی؟ گفت گناهی خیلی بزرگی را انجام دادم، خیلی گناهی کلان کردم. گفت ااشرکت بالله، آیا با پروردگار شریک آوردی؟ اولین سوالی که بود از پیغمبر خدا به این جوان این بود، ااشرکت بالله شیئا، با پروردگارت آیا شریک آوردی؟ زیرا حبیب خدا میدانست ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پیغمبر خدا میدانست که خداوند در قرآن گفته است من کسی را که در ذات من شریک می آرد اصلا نمی بخشم، و غیر شرک هر گناهی که میکند پروردگار او را می بخشد. خداوند شرکی به خدا را نمی بخشد. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. خداوند میگوید کسی که شرکی به سوی من میآرد به تحقیق حرام گردانیدم جنت را بر او و برای این انسان مشرک باشیشگاه در آتش دوزخ تیار کردم. اذ قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان می آید وقتی فرزندش موعظه داشت، گفت ای فرزند من به پروردگارت شریک نیار، و پروردگارت شرک نورز که از شرک دیگر گناهی وزنی وجود ندارد. یکی از صحابه های پیغمبر خدا عباده ابن صامت بود. میگن اوصان خلیلی بسبع خصال، و 7 چیز پیغمبر خدا مرا نصیحت کرد. یکم چی گفت؟ لا تشرک بالله و این قطعتم او حرقتم او صلبتم. ای عباده گفت هیچگاه شریکی به خدا نیار. گفت اگرچه تو را پاره پاره کنند، اگرچه تو را در آتش سوزانند، اگرچه تو را در دار کشند، شرکی به خدا نیار. شرک چیست؟ شرک ها دو خیل میشن، شرک اکبر و شرک اصغر. شرک اکبرش پرستش آفتاب، پرستش ستاره، پرستش ماهتاب، پرستش فرشته ها، جن ها، شیخ ها، اینها را پرستش کردن شرکی به خداست. از مزارها فرزند طلب کردن، سنگ های مزارها را با زبان ها تا بوسه کردن، در دست های خودتان و فرزنداتان مره های کشمی را کشال کردن، خارها را در نزد دروازه هاتان در داخل دکاناتان کشال کردن، نعل های اسب ها را در نزد دروازه هاتان کشادن. اینا شرکی به خداست. این خدا میگه که من نمیبخشم این شرک. و کسانی که حضرت عیسی را فرزند خدا میخوانند اینا شرکی به خداست. رسول اکرم گفتن ایاکم و شرک الاصغر، ای امتان من از شرک خوردم بسیار پرهیز کنید. قالوا یا رسول الله و ما شرک الاصغر؟ قال الریا. پیغمبر خدا را گفتن شرک خوردش چیست؟ پیغمبر خدا گفت ریا هست. کسی اگر خود نمایی میکند، کسی عبادت از برای خدا نه برای غیر خدا میکند، این هم شرک اصغر است. این جوان پیغمبر خدا هم تصور کرد شرکی به خدا آوردی؟ قال لا یا رسول الله، از خدا پناه طلب میکنم، من شرکی به خدا نآوردم. اقتلت نفسا بغیر حق، آیا یگان آدم کشتی؟ پیغمبر خدا سوال کردن. این جوان گریانه گفت نه ای پیغمبر خدا، زیرا خدا در قرآن میگه من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کسی در دنیا اگر یک مسلمان میکشد، یک برادری مسلمان به قتل میرساند، خداوند به او 4 وعید میکند. یکون وعید همین که تو باشیشگاه دوزخ است، تو هیچگاه راحتی جنت نبینی، بوی جنت به مشام تو ای قاتل نمیرسد. و دوم لعنت پروردگار به توست، و سوم غضب پروردگار به توست، و چهارم برای تو هر گونه عذابهای دردناک در دوزخ منتظر است. روز از روزها تو هم از دست یک قاتل دیگر با کشته میشه و در این چاه دوزخ پرتافته میشه. مؤمن در نزد پروردگار قدری بلندی دارد. بار پیغمبری خدا میگوید نزد کعبه آمدن، کعبه که ما و شما 3000 و 4000 دلار میتیم زیارت میرویم، چه مکان مقدسی هست. آمدن و گفتن ما اطیبک و اطیب ریحک و ما اعظمک و اعظم حرمتک. ای خانه کعبه گفت چی خوشبو هستی و چی پاکیزه هستی. ای خانه کعبه گفت چی بزرگ هستی و چی احترام بلند داری. والذی نفسی بیدی. یکی بسوی خانه کعبه حبیبی خدا چی گفتن؟ قسم آن خدایی که جان محمد در دست اوست، حرمت المؤمن عند الله اعظم منک. یک حرمتی مرده که مسلمانی که بیچاره هیچی ندارد، فقط نمازخوان است، قسم به خدا گفت در نزد پروردگار از تو در یک کعبه حرمت یک مسلمان بلند است. در نزد پروردگار یک مسلمانی که بیچاره فقط نماز میخواند، چیزی ندارد، فقط مسلمانی بر خداست، مؤمن است. بیبی خدا گفتن از خانه کعبه از تو دیده احترام انامین مؤمن در نزد پروردگار بلند است. مؤمن در نزد خدا قدر دارد، قیمت دارد. گفت نکشتم، کسی را نکشتم. گفت چیکار کردی؟ گفت گناه عظیم کردم. گفت کرسی پروردگار کلان است یا گناه تو؟ گفت گناه من کلان است ای پیغمبری خدا. عرش کلان است یا گناه تو؟ گفت عرش در نزد گناه من عاجز است. گفت گناه من کلان است. گفت آیا خدا بزرگ است یا گناه تو؟ مثلا از خدا بزرگ بودن این رحمت و مغفرت پروردگار زیاد است یا اینکه گناه تو؟ گفت رحمتی خدا البته زیادتر است. گفت اخبرنی عن ذنبی، پس از گناهت مرا درکدار کن. گفت استحی منک یا رسول الله، شرم میکنم. یا حبیبی خدا گفت من شرم میکنم که این گناه را در پیش تو ظاهر کنم. حبیبی خدا گفتن لا تستحی منی اخبرنی عن ذنبی، از من شرم نکن. وقتی گناه کردی از خدا و حبیبی او شرم نکردی، الحال شرم میکنی. خبر دیگو چی گناه کردی؟ این بنده خدا، این بنده گناهگار. و حبیبی خدا گفت 7 سال شد من کسب نباشی دارم. در قبرستان مرده نو آوردن، شب میکنم قبر، کفنی او را میگیرم و مرده را عریان در گلستان درم گلستان میپرتایم. 7 سال شد که در این گناه من مبتلا هستم. لیکن دیروز یک زن از زنهای مدینه را آوردن. من او را وقتی که بیرون کردم و کفن او را وقتی که از بدن این زن جدا کردم، بدن زیبای او و پاکیزه او، در دل من شیطان وسواس پیدا کرد که اینه تجاوز کن. چگونه که خداوند در قرآن میگوید لا تتبعوا خطوات شیطان انه لكم عدو مبین انما یأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. خدا میگوید بندگان خدا آگاه باشید، دشمن شیطان دشمن آشکارای شماست. هیچگاه وی از شما نیکی نمیخواهد، شما را فقط به بدی میخواهد، فقط میخواهد شما به کردارهای بد دست دهید. كمثل شيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. خدا باز مثل میارد که شیطان شما را بیراه میکند، میگوید کافر شو.
وقتی تو کافر شدی چی میگوید؟ این بریء منک ای عرق نوش، ای زناکار، ای بدبخت، ای بینماز، من از تو بیزار هستم، من از خدا میترسم. تو را کافر میکند، خودش میگه من از خدا میترسم. شیطان میگه مرا وسواس کرد، من بالای این دختر افکیدم و او را تجاوز کردم. حبیب خدا چنان یک خشمناکی شدند، چنان یک ابر سیاه پیش چشم حبیب خدا را فرا گرفت و گفت با سرعت از نزد من بیرون شو. گفت حبیب خدا وقتی این خطاب به این جوان کرد، این جوان در حال ناامید شد و به سوی صحرا رفت. وای از صدق توبه کرده بود، وای پشیمان اصلی شده بود. وقتی که وای به صحرا رفت 7 روز صاحب کتاب میگوید نه طعام میخورد، نه شراب مینوشید، نه خواب کرد. روز 7 میگوید بیچاره خاک سر در زمین گذاشت و چی گفت؟ انا عبدک المذنب المخطی، ای پروردگار بود نزد درگاه حبیبت رفتم، حبیبت مرا راند، از همه درها امید من کنده شد، همه درها بالای من بسته شد، یگانه دری رحمت دری توست. ای خدای مهربان، همون بنده گناهکار، همون بنده خطاکار، همون بنده روسیا من هستم. خدای مهربان دست ما برداشتم با امید آن که از آسمان آتش فریست تا که من بنده گناهکار خاکستر گرداند، تا که من از عذاب دوزخی تو پناه. این سخن گفتگی در عرش پروردگار میگوید در جنبش آمد، رحمت پروردگار جوشید، در حال جبرائیل روان کرد، گو را گو بر حبیب من بگو. اولا پروردگار به او سلام میگوید و بعد بگو که با این یک گناهی که این بنده نزد او آمد خواست که از پروردگارش شما مغفرت طلب کنید، این بنده مرا راندی، اگر روز قیامت امتان او چنان گناهایی دارد که از کوه بلند هستند، اونها را چگونه رفتار میکرده باشد؟ این ارسلناک رحمت للعالمین، و حبیب من بگو که این محمد من رحمت برای عالمیان فرستادم، باید برای مؤمن ها رحیم و برای گناهکارها باید شفیع باشد. حبیب خدا را وقتی این سخنها را از جبرائیل به حبیب خدا گفت، در حال یک نفر روان کرد که رفته از صحرا گوید بیاید بشارتی به مغفرت گناه دهیدش. وقتی رفته گفتند و این جوان میگوید همراه این شخصی روان کرده به نزد حبیب خدا آمد که میگوید نماز شام بود، حبیب خدا در نماز بودند. وقتی حبیب خدا میگوید سوره فاتحه را خواند، این جوان میگوید در همون صف ایستادگی بود. دوم آیتی که سر کرد در این آیت آمد. در کدام آیت؟ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم و یدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار. این آیت خوان حبیبی خدا. این آیت چی معنا دارد؟ معنای این آیت همین است که کسانی که ایمان بر خدا دارید و سوی پروردگارتان توبه کنید، خدای مهربان همه گناههای شما را مغفرت میکند و بعد مغفرت شما را وارد جنت میگرداند. وقتی این آیت میگه خوان، این جوان در بین قوم بود، میگه یک صدای آه گفت، آوازش بلند شد. وقتی نماز انجام یافت، دوستان خدا وقتی نماز بود کردند، سلام دادند، بیایند جوان میگوید با همان روی غلطیدگی پهلو میگردانند که ها جانش برآمده است. این گونه بنده
با این گونه گناه خداوند گناه او را بخشید. خداوند برای او بشارت روان کرد که ما گناه او را بخشیدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله در این باب توبه یک جمعه دیگر خدا خواسته باشد با شما صحبت میکنیم، زیرا بسیاری از حدیث های پیغمبر خدا ناگفته ماند. فقط و فقط ما و شما فراموش نکنیم که هر روز باید که ما و شما به سوی پروردگارمان توبه کننده باشیم، زیرا چگونه ای که در خطبه حدیثی که خواندیم از پیغمبر خدا کل بنی آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون، این حدیث ترمذی است. پیغمبر خدا گفت همه فرزند آدم خطاکار است، اگرچند کوشش میکند لکن از سهو و قصور، از سهو و کمبودی ها هیچ وقت خالی نمیماند بنده مؤمن. همه وقت البته انسان بی خطا و بی سهو نیست. از این خاطر حضرت گفتند بهترین خطا کننده ها همان کسانی هستند که توبه کننده به سوی پروردگار هستند. برای من هر روز ما و شما باید توبه به سوی پروردگار کنیم با این کلمات هایی که استغفر الله و اتوب الیه. طلب مغفرت میکنیم به سوی تو ای پروردگار و توبه میکنیم به سوی تو از جمیع آن گناه ها و سهو هایی که از ما بندگان تو سر میزنند. این کلمات همچون تسبیح باید که در زبان هر کدام ما و شما باید که وجود داشته باشد. فقط و فقط به سوی پروردگار ما توبه کنیم تا که خداوند ما و شما را گناهان مغفرت بگرداند. خدای مهربان عاقبت همه ما بندگانت را به خیر بگردانی و خدای مهربان همه ما بندگانت را توبه کننده بگردانی و در روی آن بندگانی که امروز در فسق و عصیان گرفتار هستند خدایا این لذت توبه را در روی آنها هم جایگیر بگردانی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند که همیشه حضرت ابوبکر رو می‌دیشد، شب روزن از پیش او جدا نمی‌شد، که خیلی بیماری سخت داشتند. بعد وقت نماز که شد لما اشتد برسول الله صلی الله علیه و سلم وجاعه، روایت صحیحای سیته از همه متفقون علیه است، حدیثی کلی راویان حدیث روایت میکنند. وقتی که حال پیغمبر خدا آنچنان وزین شد که دیگر نفسی او کنده میبرآمد. دیگر این زمان یا زمان دیگر این معلم ما و شما جان به حق تسلیم میکرد. قیل له فی الصلاة، حضرت بیلال آمد و حبیب خدا وقتی نماز شد